سلام. امروز میخوام یکی از زیباترین خونه های تهران رو ببینیم. خونه‌ای که قدمتش برمیگرده به اواخر دوران قاجار و متعلق بوده به رئیس اداره شهرداری اون زمان، شخصی به نام محمد تقی‌خان احتساب الملک. بعدها فرزندش محسن مقدم که استاد باستانشناسی دانشگاه تهران بوده، به همراه همسرش سلما که اون هم باستانشناسی اهل بلغارستان بوده تو این خونه ساکن میشن و این خونه رو به شکل امروزیش در میارن. خانه مقدم تو خیابون سپه قرار داره، نزدیک میدون حسن آباد. اینجا ورودی خونه است و باجه بلیط فروشی توی این قسمت قرار داره. خانه مقدم مثل خیلی از خونه‌های دوره قاجار شامل دو حیاط اندرونی و بیرونیه. معماری خونه مقدم یک جور معماری تلفیقی و ترکیبیه. محسن مقدم و همسرش از سبک‌های مختلف معماری ایرانی و جهانی الهام گرفتن برای تزیین این خونه. به عنوان مثال تو این قسمت گلکاری و حوض رو می‌بینیم که الهام گرفته شده از باغ ژاپنیه. این قسمت دیوار تجدد قرار گرفته، دیواری که هوشنگ سیحون با الهام از 40 ستون اونو طراحی و اجرا کرده. عنصر تزئینی اصلی خانه مقدم کاشیه. کاشی‌هایی که مربوط به دوره‌های مختلف هستند و تو قسمت‌های مختلف خونه نصب شدن و شما حتی تو حیاط و گلخونه هم کاشیکاری می‌بینید. در اتاق‌های این بنا آثار تاریخی و هنری و باستانی که محسن مقدم و سلما در طی حیاتشون جمع‌آوری کردن به نمایش گذاشته شده و به نظر میرسه که ایده خودشون از ابتدا تبدیل این خونه به موزه بوده. تو این اتاق شما میتونید
اشیا و آثاری را از دوران قاجار ببینید، از جمله پورتری از ناصرالدین شاه جوان. تو این اتاق نقاشی‌های محسن مقدم به نمایش گذاشته شده، پورتره‌هایی از خودش و سلما و نقاشی‌هایی از طبیعت و طبیعت بیجان. اینجا هم یکی از زیرزمین‌های خونه مقدمه که شما انواع تزئینات و کاشی‌کاری‌ها رو توش می‌بینید. عشق و علاقه این زوج به هنر و زیبایی تو تک تک جزئیات این خونه به چشم میخوره و بهتون توصیه میکنم اگه امکانش رو دارید حتما بودن تو فضای این خونه رو تجربه کنید. تو این قسمت از بنا کافه‌ای قرار داره. اینجا هم گلخونه‌ای که می‌بینید باز هم پر از کاشی‌کاریه. سلام پیشی. اتاقی با آثار تزئینی با صدف روی دیوارها و سقف. محسن مقدم تو سال 1351 این خونه رو به دانشگاه تهران اهدا کرد و پس از مرگ خودش و همسرش به فاصله کوتاهی در دهه 60 این خونه در اختیار دانشگاه تهران قرار گرفت و پس از چند سال امکان بازدیدش به صورت موزه فراهم شد.
توی این قسمت هم آثار باستانی و تاریخی به نمایش گذاشته شدن.